Özcan Deniz. Aruzum habbesi gönlüm sığmaz herkesi yorum söndürelim mi? امروز ماجرای عجیبی میشنویم در مورد اینکه چطور دعوای بین özcan دنیز و برادرش باعث دعوا بین ابراهیم تاتیساس و برادرش شد. با سلبریتی سودا با اخبار ویژه سلبریتی‌های ترکیه مثل همیشه همراه باشید. ماجرای دعوای بین برادران دنیز به طرز غیر منتظره‌ای داستان رو به سمت دعوای خانوادگی ابراهیم تاتیساس کشونده. البته نقطه عجیب ماجرا اینجاست که خود امپراتور تاتیساس یه جورایی ماجرایی که از یاد رفته بوده رو دوباره شعله‌ور کرده و خب نتیجه خوبی هم اصلاً در پی نداشت. چرا؟ با هم دیگه بشنویم. ابراهیم تاتیساس به خاطر خدمت خوبی که به صنعت موسیقی ترکیه طی چندین سال فعالیت هنریش انجام داده، نه صرفاً یه هنرمند بلکه یکی از افتخارات ملی ترکیه محسوب میشه و خب همه هم متفق القول میپذیریم که صدای ابراهیم بی‌رقیبه. از طرفی بر کسی پوشیده نیست که ابراهیم تاتیساس به شدت دست به خیره و تا تونسته از ثروت خودش به میزان قابل توجهی به نیازمندا کمک کرده. از تهیه جهیزیه برای دختران بی‌بضاعت گرفته تا کمک به زلزله زدگان و حتی کمک به جوانانی که استعداد خوبی تو خوانندگی دارن و هموار کردن راهشون، که خب یکی از معروف‌تریناش که هممون میشناسیم گونال آذریکوزه هست. اما با همه این تفاصیل از تعداد اخباری که در مورد اختلافات موجود بین ابراهیم تاتیساس و خانواده‌اش منتشر میشه، به نظر میاد که ابراهیم چراغیه که به خانه رواست ولی با غریبه ها گویا مهربون تره. البته که این حرف کانال سلبی سودا نیست بلکه نظرات نشریه ها و رسانه های ترکیه است. حالا چی شد که دعوای بین برادران دنیز به برادران تاتیساس سرایت کرد؟ قضیه اینه که یکی دو روز پیش ابراهیم تاتیساس طی مصاحبهش تو جواب خبرنگار که ازش در مورد اختلاف بین özcan دنیز و برادرش سوال کرد، گفتش حق با özcanه و اونا به خاطر حسودی به özcan هست که این کارا رو باهاش میکنن. در واقع ابراهیم پشت özcan در اومد ولی انگار که با این طرفداری میخواست پیغامی رو هم برسونه، چون بلافاصله بعدش به برادر خودش حسین تاتلی اشاره کرد و گفت مثلا من چند وقت پیش به حسین گفتم خودت رو خسته نکن، از تو چیزی در نمیاد. در واقع ابراهیم منظورش این بود حسین تو زمینه موسیقی نمیتونه پیشرفت بکنه، پس وقت خودش رو هم تلف نکنه. و همین حرف ابراهیم اختلاف خاموش شده قدیمی بین اون و برادرش رو دوباره شعله‌ور کرد. یه مختصری از حسین تاتلی برادر ابراهیم تاتیساس بگیم. حسین تاتلی 51 سالشه و 22 سال از ابراهیم کوچیک‌تره. شواهد ظاهری نسبی هم به برادرش داره. حتی خیلی معتقدن صدای خوب ابراهیم رو هم به ارث برده، در حالی که یه عده میگن نه، حسین استعداد خوانندگی ابراهیم رو نداره. جالبه که خود ابراهیم کاملا رک و بیرو در بایسی این مسئله رو عنوان کرده که تو هر خانواده یه نفر میتونه تو هنر موفق باشه و به جایی برسه، پس قرار نیست همه اعضای خانواده پا جای اون یه نفر بذارن. همین صحبت‌ها و اظهارات جدید ابراهیم تاتیساس باعث کدورت بین دو برادر شده. حسین تاتی هم یه مطلب کوبنده‌ای رو منتشر کرد در پاسخ به اظهارات ابراهیم. حسین نوشته بود توی برنامه گفتی که قبلا به هم گفتی از من تو موسیقی چیزی در نمیاد و ول کنم این کار رو. حرفت دروغه. من و تو اصلا چنین صحبتی بینمون رد و بدل نشده. این دروغ‌ها برازنده تو نیست. تو همونی هستی که یه روز که همراه یکی از دوستان تو ماشین داشتیم به صدای من گوش میکردیم از خوانندگی من تعریف کردی و به شوخی گفتی یه کاری میکنم تارهای صوتیت خراب بشه. خلاصه که حسین تاتی به قول خودش ابراهیم زیر حرفش زده، در حالی که قبلا از صداش تعریف میکرده. اختلاف این دو برادر مربوط به خیلی وقتها پیشه. هم حسین و هم خیلی از رسانه‌های ترکیه از ابراهیم تاتیساس گله‌مند بودن که وقتی دست چندین جوان رو تا حالا گرفته و تو خوانندگی اونها رو به جای خوبی رسونده، چرا همین لطف رو به برادرش که استعداد خوبی هم داره نکرده؟ چرا ابراهیم هیچ وقت حاضر نشد حسین رو بیشتر از یه بار تو برنامه اختصاصی خودش یعنی ایبوش رو دعوت بکنه تا حسین هم بتونه از این بستر استفاده بکنه، در حالی که تا به الان ایبوش رو طی سالهای طولانی پخشش مهمانان تکراری زیادی داشته. همچنان با من همراه باشید که اظهارات داره جنجالی‌تر میشه.
حتی کار تا جایی پیش رفته که حسین تاتلی خیلی جاها عنوان کرده ای کاش برادر ابراهیم تاتیساس نبودم. در اون صورت تو زمینه موسیقی و خوانندگی خیلی بیشتر از اینها پیشرفت می‌کردم و موفق می‌شدم. در واقع حسین ادعا کرده که ابراهیم نه تنها تو این زمینه بهش کمک نکرده بلکه براش مانع تراشی هم کرده و جلوی موفقیتش رو گرفته. حسین تو استوری اخیرش به قول معروف همه پته ها رو روی آب ریخته. اون تو ادامه صحبتاش خطاب به ابراهیم نوشته بود تو سال 2000 اولین آلبومم رو که فروش خوبی داشت و نزدیک 36,000 تا فروخته بود رو از بازار موسیقی جمعش کردی. از شبکه کرال تیوی موزیک ویدیوی من رو حذف کردی. زمانی که از استرالیا منو دعوت کردن به جای من ابرو یاشار رو فرستادی. 1.5 سال قبل اومدم بودروم و بهت سر زدم و ترانه قدیمی تو یعنی یالا شوفر رو که بازخوانی کرده بودم ازت درخواست کردم تو استور موزیکای خودت منتشر بکنی تا دیده بشه، ولی تو من کنان گفتی که این کار رو واسط انجام نمیدم. تو برادر منی و حداقل حمایتی که ازم میتونستی انجام بدی همین بود. و اما مسئله‌ای که ماجرا رو بدتر کرده و باعث شد خیلی ها نسبت به ابراهیم از بابت ظلم به برادرش مظلوم بشن، اظهارات احمد تاتیساس پسر بزرگ ابراهیم بعد از انتشار استوری حسین تاتلی هست. احمد تاتیساس سالهاست که با پدرش اختلافاتی داره و البته این تنها بچه ابراهیم نیست که باهاش به مشکل برخورده. احمد پشتبند استوری عموش یه استوری با این مضمون منتشر کرد. حق کاملا با عموی منه. به عنوان کسی که تو این خانواده بزرگ شدم شاهد خیلی اتفاقا بودم. اگر بخوایم از بی‌عدالتی هایی که تو خونه ما رخ داده حرف بزنیم کوه ها آب میشن، اما باز هم سکوت رو انتخاب میکنیم چون خیلی وقتا سکوت نشانه اصالته. متاسفانه ضعف‌های رفتاری پدر ما باعث خیلی از زخم‌ها شد. هر کسی تو خانواده ما از این قضیه یه دردی تو دلش داره، ولی بالاخره یکیمون بلند شد و حقیقت رو گفت. عمو جان من سلامت باشن. و خب قبلا هم توی 1-2 ویدیو اشاره کردیم که ابراهیم تاتیساس بزرگترین اختلافش با دختر بیولوژیکیش یعنی دیلان چیتاک هست. دیلان حاصل رابطه خارج از ازدواج ابراهیمه و تا مدت‌ها ابراهیم اونو به عنوان دختر واقعیش نمیپذیرفت. ولی بعدها ورق برگشت و ابراهیم دخترش رو به خودش نزدیک کرد. حتی رابطه پدر دختری خوبی هم بینشون شکل گرفت و باعث خوشحالی مردم هم شد. دیلان که خواننده هم شده تعدادی از آهنگ‌های پدرش رو بازخوانی کرد و تو همون ایبو شو در حضور پدرش اجرا کرد. ولی این صمیمیت و حال خوب دوامی نداشت، چون با وارد شدن جریانات مربوط به تقسیم ارث ابراهیم دوباره اختلافات شدت گرفت و به گفته دیلان ابراهیم برخلاف بچه‌های دیگه‌اش چیزی به اسم اون نکرد و دلش رو شکست. به خاطر همین قضیه دیلان به شدت از پدرش کینه به دل گرفته و میگه دیگه نمیخوام به اسم دختر ابراهیم تاتیساس شناخته بشم. و البته رسانه ها خیلی به این داستان و هر دو طرف ماجرا انتقاد کردن و البته خیلی ها معتقدن ابراهیم وقتی حرف از ایدو که پسر محبوبش هست میشه اصطلاحاً دنیا براش وای میسته و همه جور حمایتی از ایدو کرده تا بتونه مسیر خوانندگی خودش رو ادامه بده، کاری که میتونست در حق برادرش حسین یا بقیه بچه‌هاش هم انجام بده. خب دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. نظراتتون رو مثل همیشه با همون به اشتراک بذارید که باعث خوشحالی ماست. متشکرم که همراه هستید. مراقب خودتون خیلی باشید. خداحافظ.